سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 27 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. طالبان دیگر دشمن روسیه نیست. به پوتین پیشنهاد کردند که طالبان را از روی خط سیاه سازمانهای ممنوع بیرون کنند. بازداشت دو تاجیک عضو داعش در مینسک برای تیاری به حمله تروریستی. از دوشنبه خواستند که تعقیب خویش و تبار ژورنالیستان ازده تیوی را بس کنند. انتقاد امامعلی رحمان از بیکاری و بیاب موندن هزاران گکتار زمین در ولایت ختلان. پیامدهای آفت طبیعی در ورزاب و ایسار و شهر نو و فیض‌آباد و سنگوار و پنج. و اکنون تفصیلات خبرها. وزارت کارهای خارجی و وزارت عدلیه روسیه به پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که حرکت تندرو طالبان را از روی خط سیاه سازمانهای در روسیه ممنوع خارج کنند. در این باره روز 27 ماه سال 2024 در مصاحبه با خبرگزاری دولتی روسی تاس، مدیر دپارتمنت دوم آسیا در وزارت کارهای خارجه روسیه زمیر کوبولوف خبر داد. او خارج کردن طالبان از روی خط سازمانهای ممنوع را باز یک قدم دیگر به سوی اعتراف رسمی رژیم نو طالبان در افغانستان نامید. زمیر کوبولوف گفت مسئله از روی خط سازمانهای ممنوع برآوردن طالبان با دیگر اداره‌های دولتی روسیه موافقت کرده شده است. در پاسخ به این سوال که موقع وزارت خارجه در این مسئله چگونه است، کوبولوف گفته است که مثبت. دیپلمات بلندپایه روسیه افزوده است این حتمی است، بدون این از اعتراف آنها حرف زدن پیش از وقت می بود. از این رو این مسئله در دست بررسی قرار دارد. همه ملاحظه ها با رهبریت عالی روسیه ارائه شدند. منتظر قبول قراریم. کوبولوف گفت روسیه از زمان در افغانستان به قدرت رسیدن طالبان هیچگاه به مثل حاضر به اعتراف حکومت آنها اینقدر نزدیک نبود، ولی برخی جزئیات علیحده باقی مانده است که باید پس سر شوند و بعد آن رهبریت روسیه تصمیمش را خواهد گرفت. گفته سو کوبولوف همچنین خبر داد که به طالبان برای اشتراک هیئتشان در همایش بین المللی پتربورگ رسما دعوت فرستادند. به آنها دعوتنامه ها ارسال شدند، ولی درباره در کدام سطح ارسال شدن دعوتنامه ها من هنوز معلومات ندارم. زمیر کوبولوف پیرامون دورنمای همکاری های روسیه با طالبان گفته است که افغانان معمولا به ادامه گسترش همکاری ها جهت خریدن محصولات نفتی و دیگر محصولات مورد نیاز از روسیه منفعت دارند و روسیه می‌خواهد پیرامون استفاده امکانات ترانزیت افغانستان برای گسترش تجارت با این منطقه گفتگو کند. ماه سال 2024 هیئت طالبان در همایش اقتصادی قزان نیز اشتراک داشت. زمیر کوبولوف در حکومت روسیه یکی از پشتیبان‌های اساسی سیاست ائتلاف حکومت طالبان و همکاری مسکو با امارات اسلامی شمرده می شود. روز 15 ماه سال جاری در پی مشاوره‌های روسیه و هندوستان در موضوع افغانستان در دهلی نو، زمیر کوبولوف حتی اصرار داشت که حرکت تندرو طالبان دیگر دشمن روسیه نیست. من نمیتوانم بگویم که طالب‌ها به دوستان رقم یک ما تبدیل یافتند، ولی آنها دقیقاً دشمن ما نیستند. طالب‌ها روی راست میگویند که به روسیه همچون میراث‌خوار اتحاد شوروی با باوری مناسبت میکنند، گفت کوبولوف. در ماه آگوست سال 2021 نیروهای طالبان با استفاده از خروج با شتاب نیروهای ائتلاف بین المللی و فرار حکومت رئیس جمهور وقت افغانستان اشرف غنی حکومت را در این کشور جنگ زده به دست خود گرفتند. تاجیکستان بلافاصله موقع مختلف با رژیم نو طالبان را پیش گرفت، ولی این دفعه روسیه و ایران برعکس طالب‌ها را برای نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا و ناتو را وادار به ترک افغانستان کردنشان ستایش کرده به آنها راه تماس و همکاری جستند. از جمله روسیه الکی در سال 2022 سفارت افغانستان در شهر مسکو را به دست دیپلمات‌های فرستاده طالبان سپرد. دو شهروند تاجیک 23 ساله متهم به تروریسم با درخواست اوباب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهر مینسک پایتخت بلاروس دستگیر گردیده الکی به مقامات دوشنبه سپرده شدند. در این باره روز 24 ماه سال 2024 ناتالیا سخارچوک سردار ریاست اطلاعات و رابطه با جامعه وزارت کارهای داخلی بلاروس خبر داد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی بلاروس گفت دو شهروند تاجیکستان هر دویش 23 ساله از جانب کارمندان سرریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه
و کروپسیای وزارت کارهای داخلی بلاروس با کمک نیروهای صبر دستگیر کرده شدند. آنها به تیاری به انجام حمله‌های تروریستی در قلمرو تاجیکستان گمان بر می‌شوند. ناتالیا زاخارچوک بازداشت این دو نفر متهم به تروریسم را نمونه برجسته همکاری زیچ و فوری با همکاران خارجی نامیده و افزود که بازداشت شدگان را الکی به نمایندگان مقامات حقوق تاجیکستان سپردند و آنها الکی درو به تاجیکستان قرار دارند. نماینده وزارت کارهای داخلی بلاروس در این باره تفصیلات دیگر نداد، ولی تلگرام کانال به مقامات قدرتی بلاروس نزدیک بلاروسکی سلاویکی ویدیو لحظه بازداشت این دو نفر را نشر کرد و خبر داد که هر دو دستگیر شده عضو سازمان تروریستی داعش بوده، گویا به بلاروس همچون نقطه ترانزیت در راه سفرشان به طرف آلمان آمدند. به اطلاع این کانال زادگان تاجیکستان می‌خواستند از تعقیب مقامات کشور خود در اروپا پنهان شوند. در نتیجه همکاری‌های زیچ با ابوب تاجیکستان معلومات فوری در یک مدت کوتاه عملی ساخته شد. کارمندان مقامات معلوم کردند که این هر دو جستجو شونده در قلمرو بلاروس پنهان شدند. هر دو را بعد معاین کردن محل بود و باششان دستگیر کردند. همراه آنها نفرانی که می‌خواستند به این دو نفر در عبور مرز کمک رسانند به دست افتادند. در همکاری با ابوب تاجیکستان هر دو تروریست را به وطنشان برده برای به جوابگری کشاندن به دادگاه احضار میکنند. خبر داده است کانال بلاروسکی سلاویکی از ویدیوی نشر شده چنین برمیآید که این دو جوان را در وокزال راه اوهانیو فرودگاه دستگیر کردند. نام آنها نشر نشده است. مقامات تاجیکستان از جمله ابوب که در شهر مینسک با درخواست آنها و با اتهام آمادگی به انجام حمله‌ها در تاجیکستان بازداشت شدن این دو نفر را تا حال شرح ندادند. در وقت‌های آخر حالت‌های به انجام حمله‌های تروریستی یا انجام حمله‌ها از نام داعش عیبدار شدن زادگان تاجیکستان زیاد شده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 9 مارس سال جاری در ملاقات با خادمان دین از آن اظهار نگرانی کرد که در 3 سال آخر شهروندان تاجیک به دست کم 24 حمله تروریستی یا به آمادگی به چنین حمله‌ها در 10 کشور جهان عیبدار شدند. الکی بعد این سخنرانی روز 22 مارس سال 2024 در نتیجه حمله تروریستی در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در کنار مسکو 145 نفر کشته شد. در رابطه با این حمله بیش از 20 نفر دستگیر شدند که اکثریتش از جمله 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. در پی حمله کراکوس تفتیش شهروندان تاجیکستان در روسیه و همچنین در قزاقستان در مسئله ارتباط احتمالی آنها با گروه‌های تندرو خیلی شدید شد. ترکیه حتی نظام بدون روادید را برای شهروندان تاجیکستان بیکار کرد. کمیته دفاع از ژورنالیستان یک سازمان بین المللی قرارگاهش در نیویورک روز 24 مای سال 2024 در یک اظهارات از مقامات تاجیکستان خواست که تعقیب خویش و تبار ژورنالیستان شبکه تلویزیونی در اروپا راه اندازی شده ازدا تیوی را بس کرده به ژورنالیستان تاجیک که ترک کشور کردند امکان فعالیت آزاد و بدون ترس از تعقیب را بدهند. مؤسس و سردبیر ازدا تیوی محمد جان کبیروف به کمیته دفاع از ژورنالیستان خبر داد که از پایان سال گذشته به این طرف مقامات حفظ حقوق تاجیکستان خویش و تبار 5 کارمند این شبکه را به دلیل فعالیت ژورنالیستی آنها چندین بار دعوت و بازپرسی و تهدید کردند. کبیروف گفت فشار به خویشاوندان ژورنالیستانش چندین سال باز ادامه دارد ولی در ماه آخر افزایش یافته است. بر علاوه نام 4 نفر از 5 کارمند ازدا تیوی در روی خط سیاه آنها است که وزارت کارهای داخلی روسیه تحت جستجو قرار داده است. محمد جان کبیروف گفت یگان جای شک وجود ندارد که آنها را در روسیه با درخواست مقامات تاجیکستان تحت جستجو قرار دادند. کمیته دفاع از ژورنالیستان می نویسد سازمان‌های بین المللی حامی حقوق پیوسته تاجیکستان را یکی از دولت‌های اعظم فعال در مورد تعقیبات برون مرزی می شمارند. گلنازه سعید هماهنگساز برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی کمیته دفاع از ژورنالیستان در نیویورک گفت تاجیکستان تجربه بدنام کننده یکی از تعقیبگران فرامرزی بهرامترین را پیش خود نگاه داشته ایستاده است. مقامات دعوا ژورنالیستان را به ترک کشور وادار کرده اکنون آنها را توسط فشار به خویش و تبارشان تعقیب میکنند. یگان ژورنالیست نباید برای اینکه نزدیکانشان را زیر خطر میگذارند عذاب وجدان بکشد. مقامات تاجیکستان باید این تجربه وحشت‌آور مجازات فرامرزی را بس کنند. ژورنالیستانی که در خارج فعالیت دارند در پنهان کردن خبرهای مستقل و مقابله با پروپاگاندای روسیه در تاجیکستان نقشه حل کننده بازی میکنند.
و حکومت کشورهای غرب و سازمانهای ژورنالیستی باید از آنها پشتیبانی کنند. شبکه تلویزیونی ازدا تیوی سال 2019 در پولش تأسیس یافته برنامه‌هایشان را اساساً در یوتیوب پخش می‌کنند. کانال‌های تاجیکی و روسی ازدا تیوی در یوتیوب 180,000 آبونشی دارد. محمد جان کبیروف گفت دسترسی به سامانه ازدا در تاجیکستان مسدود کرده شده است. محمد جان کبیروف به کمیته دفاع از ژورنالیستان خبر داد که طی ماه‌های آخر مقامات ملی و دوستانه تاجیکستان پدر روز و خوشدامن او را ده‌ها بار دعوت کرده فشار آوردند تا آنها او را متقاعد بسازند که فعالیتش را بس کرده همراه همسرش به تاجیکستان برگردد. کبیروف گفت پدر عروسی او 72 سال داشته یک روز بعد دعوت‌ها از سکته قلب جان داد، ولی او دقیقاً گفتن نمی‌تواند که آیا علت مرگ او فشار مقامات بود یا خیر. مقامات تاجیکستان همین تفخیش و تبار مجریان ازدا تیوی، فیروز حیات و شورت رحمت الله و ژورنالیستان این شبکه امرالله ناظم و محمد شریف مخزومزاده را هر ماه تا 3 مرتبه در رابطه به فعالیت ژورنالیستی آنها دعوت می‌کند. مقامات تاجیکستان تا کنون به مثل رسانه‌های دیگر ازدا تیوی را افراطی اعلان و رسما منع نکردند، ولی در سال 2022 وقتی ژورنالیست تاجیک عبدالله غربتی را به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کردند، یک اتهامش آبونه شدن او به کانال ازدا تیوی در یوتیوب بوده است. در حکم دادگاه گفته شده بود که ازدا تیوی به سازمان‌های اپوزیسیون افراطی تروریستی علاقه‌مند است. محمد جان کبیروف میگوید طی 2 سال اخیر که مطلب‌های ازدا تیوی آهنگ بیشتر تعلیلی گرفتند، تعقیبات ضد آنها افزایش یافته بود، ولی در پی 2 سفر اخیر پرزیدنت تاجیکستان به اروپا در سپتامبر سال 2023 و اپریل سال 2024 افج بازم بیشتر گرفت. کمیته دفاع از ژورنالیستان قبلا از تعدید تعقیب مقامات تاجیکستان قرار گرفتن خویش و تبار ژورنالیستان همیرا بختیار، میرزا سلیمپور، انورا سرکور و خبر داده بود. سال گذشته شفقت جان شریپوف رهبر پیام تیوی خبر داد که برادرش را برای فعالیت‌های او با یک اتهام ساخته از روسیه استرداد در تاجیکستان زندانی کردند. ماه فوریه سال 2024 نشریه مستقل روسی مدیازون رویخط پاره افراد تحت جستجوی وزارت کارهای داخلی روسیه قرار داشته‌اش را نشر کرد. کمیته دفاع از ژورنالیستان در این رویخط اسم کمش 10 ژورنالیست تاجیک را یافت، از جمله محمد جان کبیروف، شورت رحمت الله، محمد شریف مخزومزاده و امرالله ناظموف از ازدا تیوی، شفقت جان شریپوف، عبدالمنان شیرعلیف، تخمینه باباخان و وسایمه سعید و اسپیام، محمد اقبال صدرالدین، مؤسس اصلاح تیوی، شاعر و ژورنالیست و سیاستمدار تیمور ورقی، ژورنالیستان زاده بدخشان انورا سرکور و رستم جانی. محمد جان کبیروف گفت آنها در مورد در تاجیکستان بازدیدشان با شدن پرونده ها خبر نداشتند، ولی از دیدن نامه خود در روی خط افراد تحت جستجو حیران هم نشدند. حکومت تاجیکستان برای تعقیب فعالان و ژورنالیستان از تمام وسیله ها استفاده میبرد. کمیته دفاع از ژورنالیستان برای شرح این مسئله توسط پست الکترونی به وزارت کارهای داخلی و دوستان کل تاجیکستان رسما نامه فرستاده است، ولی یگان جواب نگرفته است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 25 مای سال 2024 در سخنرانیش در ملاقات با رهبران فعالان ولایت ختلان در نویه دنغره بیکار و بی‌آب ماندن هزاران گکتار زمین کشت در این ولایت و دیگر منطقه‌های جمهوری انتقاد کرد. امامعلی رحمان گفت تا شدت گرفتن حالت‌های بحرانی در جهان امروزه از جمله نزاع‌های مختلف منطقوی، تحریم‌های اقتصادی و تجارتی، تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های آن از جمله خشکسالی پی هم ما را وادار می‌نماید که برای توبه‌آور گردانیدن اقتصاد تاجیکستان به تأثیر منفی عامل‌های بیرونی و حفظ امنیت وضوح‌خواری کشورمان از تمام اقتدار و ذخیره‌های موجوده ثمره‌ناک استفاده بریم. او گفت در 4 ماه اول سال 2024 در کشور به مبلغ 5 میلیارد و 158 میلیون سومونی محصولات کشاورزی استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 7% زیاد است. تقریبا نصف این نشان دهنده از حساب کشاورزی ولایت ختلان است که در ماه ینور اپریل سال 2024 به مبلغ 2 میلیارد و 350 میلیون سومونی محصولات استحصال کردند که
نسبت به این دوره سال گذشته قریب 8% زیاد می باشد. امامعلی رحمان گفت البته این خوب است، اما امکانات ها برای رشد ساحه حال هم زیادند. امامعلی رحمان سپس کمبودی های ساحه کشاورزی ولایت ختلون را برشمرد و از جمله ذکر کرد که در 4 ماه اول سال جاری حجم استحصال محصولات رستنی پروری در شهر و نویه های نورک 56%، تیمور ملک 29%، دنغره 11%، کوشانیان 5-6% و محصولات چارواداری در نویه یوم بیش از 7% کاهش یافته است. در ولایت زمین های پرتاب حال هم زیاد بوده، میدان آنها 16,000 گکتار از جمله زمین آبی زیاده از 14,000 گکتار را تشکیل می‌دهند. در چنین شرایط 18 پایگاه آبکشی سهولت ندارند که باعث بی‌آب ماندن بیش از 5,000 گکتار زمین گردیده است. این چنین در ولایت سوخ 16 و شهر و نواحی تابع جمهوری 22 پایگاه آبکشی سهولت نکرده است که متناسباً 3,800 گکتار و 3,300 گکتار زمین با آب تامین نگردیده است. سال 2023 در شهر و نویه های ولایت ختلون بنابر کارهای غیر قناعت بخش خوجگیداری قریب 900 گکتار زمین های کارم آبی از گردش کشاورزی بیرون ماندند. امامعلی رحمان در ادامه سخنرانیش به موضوع نظر به نقشه کم شدن کارتوشک و پخته پرداخت و در رابطه یک سلسله ارقام آمار به گفتش تشویش آور را ذکر کرد. امامعلی رحمان همچنین از آن اظهار نگرانی کرد که استحصال گوشت پرنده در تاجیکستان در ماه ینور اپریل سال 2024 نسبت به همین دوره سال گذشته 24% کاهش یافته، همگی 12 از 12 هزار تن را تشکیل داد. به گفته امامعلی رحمان در یک قطار کارخانه های پرنده پروری ولایت ختلون استحصال تخم نیز کاهش یافته، از جمله استحصال تخم در نویه 5 1.9 میلیون دانه، در شهر لیوکند 118,000 دانه، در نویه یوون 132,000 دانه کم شده است. در عین زمان امامعلی رحمان از آن توصیف کرد که در ماه ینور اپریل سال 2024 از کشور 84 از 10,000 تن محصولات کشاورزی به مبلغ بیش از 1 میلیارد سومانی صادرات شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 50% زیاد می باشد. امامعلی رحمان گفت ولایت ختلون در سمت صادرات میوه و سبزیجات به خصوص میوه و سبزیجات بروقته اقتدار بزرگ دارد، ولی استفاده این امکانیت ها هنوز به طور کافی برای مانده نشده است. کمیته دین و تنظیم و جشن و مراسم تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک با نشر چند عکس از مراسم گسیل زائران در فرودگاه دوشنبه خبر داد که صحنه 25 ماه سال 2024 گروه نخستین زائران تاجیک برای بجا آوردن مناسک حج به شایگری عربستان سعودی سفر کردند. به این گروه نخستین 165 شهروند تاجیکستان توسط هواپیمای شرکت سامانه از دوشنبه به شهر جده پرواز کردند. از جده تا مکه و مدینه زائران راه خود را با اتوبوس ها ادامه می دهند. اولین گروه زائران در موسم امساله حج را در فرودگاه دوشنبه رئیس کمیته دین و تنظیم حکومت تاجیکستان سلیمان دولتزاده و سفیر سعودی در تاجیکستان ولیعهد ابن عبدالرحمن الرشیدان گسیل کرده به زائران تحفه سپاریدند. کمیته دین قبلا نرخ سفر حج را 57,000 سومانی یا چیز بیشتر از $5,000 مقرر کرده بود که نظر به سال گذشته 2,000 سومانی یا یگان $180 ارزان تر است، ولی زائران میگویند بر علاوه نرخ رسمی از آنها پرداخت‌های سربار چون آبونه به نشریه‌های رسمی یا کمک به یگان یتیمخانه ها یا مکتب را هم طلب میکنند. سفر زائران تاجیک بعد امساله در پس منظر یک معرکه گسترده تبلیغاتی با تنقید سفر ساکنان به حج، تشویق آنها برای بجای حج به کارهای خیر برتری دادن و در دایره عائله محدود شدن معرکه‌های گسیل و پیشوازگیری حاجیان آغاز یافت. حج یکی از فرضهای دینی اسلام بوده. حداقل یک بار زیارت حج برای هر مسلمانی که قدرت و تواناییش از جمله قابلیت مولویش را دارد فرض می باشد. هر سال از تاجیکستان بیش از 6,000 نفر به سفر حج می روند. عربستان سعودی امسال برای تاجیکستان نزدیک 7,000 برای سفر حج جدا کرده است. این به استثنای هزاران نفر است که هر سال برای ادای حج عمره یا حج خرد به مکه و مدینه می روند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ماه مارس در ملاقات با خادمان دین خبر داد که در یک سال آخر 62,000 از شهروندان تاجیکستان حج عمره کرده. به این مقصد
1 میلیارد و 200 میلیون سومونی یا نزدیک 110 میلیون دلار صرف کردند و از سکنون خواست که به جای حج عمره بیشتر به عملهای خیر مشغول شوند. در پی این سخنان امامعلی رحمان در کشور یک معرکه گسترده تبلیغاتی ضد حج راه اندازی گردیده، از جمله در مطبوعات رسمی نشر خبرها درباره شهروندانی که پول حج خود را برای ساختمان یگان پل یا راه و یا مکتب یا بنگوی طبی در دههشان صرف کردند افزایش یافت. امامعلی رحمان در این سخنرانی‌هاشون همچنان از آن انتقاد کرده بود که مراسم گسیل و پیشوازگیری حاجیان به معرکه‌های خیلی پرخرج تبدیل یافتند و گاه خراجات این معرکه خیلی بیشتر از خراجات سفر مکه و مدینه شده عائله ها را در قرض غرق می‌کند. به دنبال روز 8 می مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان یک بسته تغییرات به قانون تنظیم و جشن و مراسم قبول کرد که بر اساس آن تمام معرکه‌های مربوط به گسیل و پیشوازگیری حاجیان از جمله حج زیارت و حج طلبان صرف در دایره اهل عائله محدود کرده می شود. مرکز مطبوعات کمیته اتوی فوق‌العاده خبر داد که طی روزهای استراحت 25 و 26 مای سال 2024 در نویه‌های مختلف تاجیکستان سیل و یرش به مردم و اقتصاد جمهوری ضرر زیاد رسانید. 25 مای سال 2024 تقریبا ساعت 13:30 در حدود دهه شاداب یک در جماعت چهارباغ نویه ورزاب سیل آمده 15 بنا اولیه‌ها و راه‌ها را زیر آب کرد. در دهه شاداب 2 سیل تاخانه‌های 5 خانه را پر از آب کرد. نجات بخشان از ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه آبای جمع شده را از تاخانه‌ها با نسوس‌ها بیرون کشیدند. 25 مای سال 2024 تقریبا ساعت 12:00 در حدود دهه فیضبخش جماعت به نام اکرم حسنوف نویه شهر نو سیل آمد. الکی 26 مای سال 2024 کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده نویه شهر نو معاین کرد که از طبیعی 216 عائله در دهه‌های فیضبخش، حیات نو بهار، دوستی جماعت به نام حسنوف و محله فردوسی جماعت باغستان ضرر دیدند. از جمله 53 خانه استقامتی، 51 اولی، 65 انشاءات یاری رسان زیر سیل مانده. از این شمار 24 بنا پره و 22 خانه قسما ویران شدند. همچنین 19 گکتار پختزار و 7 گکتار زمین کشت کارتوشکا زیر سیل مانده. در دهه حیات نو یک پول ماشینگذار پره ویران شد. پول دهه فیضبخش نیز خراب شده است. 25 مای سال 2024 تقریبا ساعت 11:30 در دهه کشک جماعت دیقان‌آباد در کنار شهر ایسار به 59 خانه اولیه‌ها و راه میانه دهه ضرر رساند. برای تازه کردن سوی سیلپرتو و دریای از لایقه پر شده 6 تکنیک مخصوص سفربر کرده شد. صبح 26 مای سال 2024 تقریبا ساعت 9:50 در جنوب و غرب دهه قرشیبر نویه فیض‌آباد یرچ در روزیه 650 متر و مساحتش تقریبا 15-20 گکتار فرو ریخت. کوچانیدن اهالی به مکانهای امن شروع شده است. 25 مای سال 2024 تقریبا ساعت 15:22 در دهه یازگند جماعت طویل دره نویه سنگوار سه اولی و 5 بنای یوررسان ساکنان را ضرر رساند. برای رفع عاقبت‌ها 3 تکنیک وزنین جلب کرده شده است. صبح 25 مای سال 2024 تقریبا ساعت 04:30 در دهه سرخوبه جماعت خوتن نویه فرخار سیل آمده به خانه و اولیه‌های مردم و زمین‌های کشت و راه ضرر رساند. صبح 25 مای سال 2024 تقریبا ساعت 04:10 در شهرک کلینن 18 اولی سیر سیل ماند. صبح 25 مای سال 2024 تقریبا ساعت 0:15 بر اثر بارشات سخت سطح آب در سوی سیلپرتوی اوویسکینت یک بلند شده به دهه 10 سالگی وحدت جماعت نمونه سیل آمد. در نتیجه 14 تاخانه، بناهای یوری رسان و حولی‌های مردم زیر سیل ماند. صبح 25 مای سال 2024 تقریبا ساعت 0:35 در دهه زرکمر، جیم گلیش و رودقلعه جماعت زرکمر نویه قبادیان بر اثر سیل سطح آب کانال قبله بالا رفته 7 اولی را سیل زیر کرد. مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی روزهای استراحت 25 و 26 مای سال 2024 در جنوب جمهوری 2 دخترچه خردسال که یکیش 12 و دومی همگی 6 سال داشتند قربان سیل آبخیزی شدند.
بنا به گزارش کمیته التوی فوق‌العاده روز 25 می سال 2024 تقریبا ساعت 11:30 یک دخترچه 12 ساله از دهه قزلسوی جماعت غلبه نویه فرخور که به پدرش در چراندن چوروا در چراگاه‌های کویی در نویه مومن آباد کمک می‌رساند، درون او به سیل افتاده غرق شده است. جسد دخترچه معصوم را از یک سوی سیل پرتو در حدود دهه لنگر نویه شمس‌الدین شاهین پیدا کردند. همین طور روز 26 می سال 2024 یک دخترچه 6 ساله از دهه مرادف جماعت به نام نظرف نویه شهرتوز که در مرکز این نویه در خانه خویشاوندش در میمونی قرار داشت به نظارت مانده از خانه برآمده است و در دریای کوفرنیان افتاده غرق شده است. نجات بخشان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان به جای حادثه آمده عملیات جستجوی روی آبی و زیر آبی را برآ انداختند، ولی تا پایان روز یکشنبه این جستجوها یگان نتیجه ندادند. جستجوی جسد کودک از صبح 27 می از سر گرفته شد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در پی این دو حادثه مرگ فاجعه‌ای کودکان خردسال بار دیگر از والدان دعوت می‌کند که فرزندان خود را بدون نظارت و حیات آنها را زیر خطر نگذارند. در مجموع ماه می سال جاری با سیل و بارشاتش برای تاجیکستان در عموم ماه وزین و پرآفت آمد. از اول ماه می در این کشور علاقه قریب 40 نفر قربان حادثه‌های نوخوش شدند. نزدیک 30 نفر آنها بر اثر صدمه‌های نقلیاتی و بیش از 10 نفر دیگر بر اثر آفت‌های طبیعی چون سیل و آبخیزی جان دادند و یا در آب غرق شدند. همچنین دست کم 3 نفر انگام چوکریچینی از کوه افتاده به هلاکت رسیدند. اکنون به این رویخط سیاه قربانیان حادثه‌های نوخوش ماه می این دو دخترچه معصوم که قربان سیل شدند افزوده می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.